است. الله مهربان وقتی که این گونه جواب رو میفهمد میگه است قیف ایستا حتی تشفع للناس، کسی که برای تو معقول است گیر بر داخل جنت. یوزن یوم القیامه مداد العلماء علی دماء الشهداء. پیغمبر نازنین گفتند در شرح مشکات مرقات المفاتیح مولا علی قاری حدیث میبرد در باب علم، روز قیامت رنگ قلم و رچکه های عالم ها رو میبرن، کتاب نویسن، مقاله نویسن، رنگ رچکه همنای میبرن، بعدن خون شهیده ها رو میبرن. یک آدم اگر 5 لیتر خون داشته باشد 5 لیتر خون شهیده میمونن. یک رچکه که در 20 درم 50 درم دوملا خرید و زپس امون نگاه تمام کرد 2 ورق نویس، انما یک زپس از 5 لیتر خون شهید در روز قیامت وزبین تر میشه. به خاکستر بود آتش نهانی. مولوی جنون ابین در معدن الحال چی میگه؟ به خاکستر بود آتش نهانی، مزن پا تا در آن آتش نمانی. وقتی که در صندلی که ما داریم صندل میگیم یا صندلی داریم، وقتی زمستان به علو میبرن در همون تغاره یا ستیلبه، بعدا نگاه میکنیم بالاش همون لخچه هست، بالای لخچه خاکستر دارد. همون علاب که کم در خاموش که شد مرد، خاکستر بالای لخچه میپیشاند. اگر ماهان خاکستر یک طرفه کرده نبینیم، از لخچه خبردار نشویم، پاهامون درنی همون گویم که ستیل درون کنیم، در لخچه پای ما میسوزد. به خاکستر بود آتش نهانی، مزن پا تا در آن آتش نمانی. مراد این که راست آدمهای حق گپ زن زبان تا دراز نکن، برای که گوشت عالم ها رنگ زهر است. کسی که از گوشت عالم ها استفاده برد وای هلاک میشه. به اهل حق شوی خصم و ستیزی، به فردا در صف انکار خیزی. در همین دنیا نسبت عالم های حق گپ زن دشمن شدی، اگر که مسلمان هم باشی روز قیامت که آدم های کافر میخیزی. شوی مخلص در اینجا با محبان، شوی محشور فردا بین ایشان. لیکن در همین دنیا حق گپ زن بنده های خدا را دوست داشتی، روز قیامت تو همراه اونها در جنت هستی. نگاه کن، در دنیا باید ما کیا دوست داریم؟ عزیزای خدا میگن که جامعه کعبه را که میبوسن، حاجیای ما خانه کعبه رفتن همون متریال خانه کعبه میبوسن. شیخ سعدی میگه اون از کرم پیله نامی شد، از حسابی که از پیله ساختن اون متریال خانه بالا که خانه پشت کعبه آب رو پیدا نکرد. با عزیز نیش از روز چند لاجرم همچه او گرامی شد. اون قدر و منزلت متریال خانه کعبه از حساب دوزندش نیست، از حسابی که همنشین خانه کعبه شد این متریال آب رو پیدا کرد.